حدیث قدسی. فضیلت یاد الهی در صبح و عصر. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، در آنچه که به تو امر نمودم مرا اطاعت کن و آنچه صلاح توست به من نیاموز. ای فرزند آدم، لحظه در صبح مرا یاد کن و لحظه در عصر. هرچه بخواهی به تو میدهم. بهارالانوار جلد 85 صفحه 319 روایت 3 باب 36.